سرخط خبرهای مهم. معاش و نفقه در تاجیکستان بلند شد. از گوترش خواستند در دوشنبه آزادی زندانی‌های سیاسی را طلب کند. با آزمون‌های بردناکی که از سوی بلاگران برگزار می‌شود باور دارید؟ سلام بیننده‌های عزیز، آغاز هفته نو است. امیدوارم خوبید و نوید بامدادی رو تماشا دارید. امروز دوشنبه 1 ایول. شروع از امروز در تاجیکستان معاش کارمندان اداره‌های دولتی، نظامیان و استیپندیا در تاجیکستان 40% خواهد افزود. پرزیدنت امامعلی رحمان هنوز 28 دکبر سال گذشته هنگام ارائه پیام در این باره خبر داده بود. ضمناً با فرمان رئیس جمهور سر از 1 ینور سال جاری معاش خدمتچیان حربی، کارمندان حفظ حقوق و دیگر کارمندان این نهادها علاقه 40% زیاد شده بود. در نظر است نفقه سر از امروز 1 ایول 30% افزایت. رئیس جمهوری تاجیکستان آن زمان همچنین گفته بود از 1 ایول سال 2024 موزی مهنتی حد اقل در کشور 800 سومانی مقرر می شود. فعلا حجم معاش حد اقل 600 سومانی است. معاش و نفقه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای منطقه یکی از پسترین هاست و کارشناسان این را یک سبب فساد در اداره‌های دولتی میگویند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 3 ایون در خبرنامه در تلگرام نوشت که سی جین پینگ رئیس جمهوری چین از 4 تا 6 ایول در دوشنبه میماند. وزارت کارهای خارجه چین روز یکشنبه خبر را تصدیق کرد، اما گفت جین پینگ روز 2 ایول اول به قزاقستان می رود، جایی که در نظر است نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برگزار شود. سفر رهبر چین به اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با دعوت رئیس جمهور امامعلی رحمان صورت گرفته، ملاقات دو جانبه به طور محدود و وسیع در نظر است. وزارت گفته که رهبر چین در چهره‌بینی‌های دیگری رسمی شرکت خواهد کرد، ولی تفصیلات نداده است. با احتمال قوی رئیس جمهوری چین در مراسمی به استفاده دادن بینای نوی حکومت و پارلمان تاجیکستان شرکت خواهد کرد. ساختمان هر دو بنا سال 2018 آغاز شده بود. مقامات تاجیکستان گفته بودند که چین برای ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت 1.5 میلیارد یوان یا بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. در دوشنبه بنیاد این دو انشاءات را دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیدند، اما منتقدان آن را یک نوع نفوذ دیگری چین به دوشنبه گفتند. تاجیکستان در سالهای اخیر یک کشور وابسته سرمایه‌های چین دانسته می شود. از 3 میلیارد و 200 میلیون دلار تا آغاز سال 2024 قرض بیرونی جمهوری بخش اساسی آن به پکین مربوط است. چند کاربر رادیو آزادی شکایت کردند که در آزمون‌های بردناک بلاگران شرکت کرده فریب خوردند. برخی ها گفتند تحفه را که برد کردند گرفتن نمی‌توانند. گروه دیگر میگویند چندین مرتبه شرکت کرده اما از این آزمون‌ها چیزی به دست نآوردند. ماه ینور امسال دادستانی کلی تاجیکستان اعلام کرده بود که علیه 2 نفر که با گذراندن کنکورس یا آزمون‌های بردناک در یوتیوب مشغول بودند با اتهام قلابی پرونده باز کرده است. همکارم مولا رجب یوسفی از ساکنان در دوشنبه پرسید که تا کجا به آزمون‌های بردناکی که از سوی بلاگران برگزار می شود باور دارند؟ پاسخ را همراه می‌بینیم. باور ندارم چون یگان بار ندیدم و یگان آدمی نمیشناسم که این چیزا بردگی باشه. من فکر میکنم که این چیز فریب може быть یک ماشینشون علیه کنم، لیکن بسیار این کنکورس فریب اون دلیل داره؟ نه دلیل ندارم که اشتباهه، پروس من خیلی فکر میکنم فکر نه من که اشتباه همین چیز فریب مقصد یک کس میتونه کنه چستی کنه، لیکن بسیاریش همین 100% ممکن 70% 80% دروغ بود. کنشون داره واقعا 100% داره. واقعا چه یا بچه‌م همین یا ماشین بود. میخوای تغییر نصف همین آخه. همین نصب کردگی نصفش هم میگیره. نصب نکرده چه چی؟ واقعا نه. ولی پیشتر شما شاید ماشین برید اما 1000 کسی دیگه بلیت پولشون سوخت. نه نمیشه. خیلی یکان چی میشه؟ یا تلفن گیریم یا اماکن. همین 30 سوم چی میتونه؟ سرینی. اما نرخ بلیت نه 100 سوم زیاده. نه 100 سوم نه. که هر خلاصه ایده 100 سوم است. لاستیک است خیلی چیز هر خلاصه ایده. خود شما هم اشتراک کرده یکم بار؟ یا 2 بار اشتراک کردم هیچ نبرام با بچه‌م سوی هم موجود کردم. خیلی پولی که به درد میون میآید نمیشود. برای همین من باور ندارم.
باور دارم مقصد بلیت گرفتگی هستن آدمای بریدگیر هم هست لیکن میکشونن آدما خیلی ها مثال یگام ماشینا که برد کردی با پول درخواست میکنن خیلی شناسی هست اکید غالب اومدگی پول درخواست میکنن که هم خیلی برای غالب اومدنش برای حجت‌ها را درنام کردنشون پول درخواست میکنن نه راستی گپ باوری هم نیست که هر کس نصیب و تقدیر خودش باوری داره و باوری نداره راستی این چیزا ده نمیدونم برای چی که باوری نیست ممکنه بعضیشون با فکر فیک کنن که برای نمایش خودشون میکنن اون بار اشتراک کردین شما نه راستی یکم اشتراک نکردم نه تماشا میکنم در شبکه‌های اینترنتی اشتراک نکردم سبب اشتراک نکردنتان چیه؟ حسابی نداشتن باوری با این بلاگران من خیلی اشتراک نمیکنم یک تماشا میکنم بسیاری چیزاشون شهروندان برد میکنن در همین کنکورس‌های بلاگران که خودم اشتراک کردم نیستم نه راستی کرد چرا؟ برای که من ذوقمند نیستم همین ویوده نمیخواید ماشین برد کرده؟ ماشیرت همین من به فقط ماشین برد کرده برد کردن باوری ندارم لیکن میبینم بچه‌ها که بسیار همینو دا پول میگذرونن ببینن که بچه‌های ما همه در فدراسیون روسیه دورنی کردن بعضی مثال همه یخ میکنن چی میکنن حاضر در شرایط حاضرای روسیه ببینن که چه شرایط است همه دا معلوم مثال یک تبلیغ میکنن از سبب نفهمیدن سواد مالیوی نداشتن همه میگیرن در همونو دا پول میپرتن یک عدد تماشین میگیرن میمونن مثال 5000 بلیت هوایی میفروشن 3 نفر یا 4 نفر فقط برد میکنن اینم با فکر که یک تا همون تیپی همون قیمه رو یک تا تیپی همونو اکن این پشیرای اینا در یک روز دو روز گرفتن نمیشه و یکم بعد یگون آدمای الهیده هم گرفتن میشه مثلا اینا اگر قانونی شگیریم قریب یگون کارهای غیر قانونی هم نکرده هستند لیکن اینا مردم فهموندن در کار سواد مالیوی مردم زیادتر کردن در کار ببینید ما پولی کم کار میکنیم نه که با همون پول در راههای بیهوده استفاده میبریم من بسیار بچه‌ها رو میدونم که 200 300 هزار روبل روسی این مینا بچهای امکی خدمت خیلی کار میکرده است میبرده است بلیت میخرید است لیکن یگون بار یگون چیزی اقلا کم تر سوسر هم برود کردگی نبوده است همین چیزا این یک درد است عموما در جامعه اگر که آدمی که کم تر فکر کنه کم تر اندیشه کنه دور فکر کنه ما از اون کشته هستیم پولمون پروس داده است کسی یاد داده هستیم این یک چیزی تماما مردم پروس فهموندن در کار کردن در کار تمام بینندگان عزیز از شما دعوت میکنیم که در این بحث شرکت کنید و نظر خود را در زیر برنامه نویسید. یک تشکل مخالف حکومت تاجیکستان از رهبری سازمان ملل متحد خواست در ملاقاتش با پرزیدنت امامعلی رحمان در دوشنبه آزاد کردن زندانی‌های سیاسی و تحقیق سرکوب‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان را مطرح کند. حرکت سیاسی اصلاحات و رشد تاجیکستان که راهبرش شرف‌الدین گدایف است و در تاجیکستان ممنوع میباشد در مراجعتش به آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان روز 29 ایون خواستار مطرح شدن چند موضوع مهم برای تاجیکستان شده است. قرار است آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در برابر دیگر کشورهای آسیای مرکزی اینچنین در دوشنبه با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان دیدار و گفتگو نماید. گدایف که اظهاراتش را در فیسبوک نشر کرده است با کمک گوتریش در آزاد کردن محبوسان دعوت نمود که به گفته‌اش برای عقیده‌های سیاسی خود و در پی مرافعه‌های ناعادلانه در زندان‌های تاجیکستان قرار دارند. مقامات در تاجیکستان انتقاد را در این زمینه همیشه رد کرده گفتند در این کشور زندانی‌های سیاسی وجود ندارند و محکوم شده‌ها برای نقض کودکس جنایی جزا گرفتند. ولی حامیان حقوق و فعالان از طرف بدتر شدن وضع حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی می‌کنند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن بعد از آنکه مباحثه شام 27 میلیون نگرانی‌های را درباره نامزدی او به میان آورد، سرمایه‌گذاران حزب دموکرات آمریکا را مطمئن ساخت که بر نامزد جمهوری خواهان پیروز خواهد شد. بایدن روز شنبه در یک قطار چرابینی‌ها برای جمع آوری پول به معرکه‌های انتخاباتی در شهر نیویورک و نیوجرسی اشتراک و از مباحثه تلویزیونیش در CNN حمایت کرده است.
президенти амрико иқрор карда ки он шом барои ӯ номуваффақ буд ва барои Трамп ҳам изҳор дошт. Вай Байден гуфт мехоҳад дар интихобот пирӯз шавад. Ба иттилои Садои Амрико, суханронии Байдени 81 сола дар нахустин мубоҳисаи телевизионӣ нигаронии бештари демократҳоро ба бор овардааст. Байден на ҳамеша тавонистааст ки назари худро то охир баён кунад ва дар посух ба ҳарфҳои рақиб бо мушкил рӯбарӯ шудааст. Нашрияи The New York Times навишт ки президент Байден бояд аз идомаи рақобат даст кашад. намояндагони ситоди Байден иқрор карданд ки вохӯрӣ пеш аз интихоботи номзади онҳо тавре мебоист баргузор нашуд, вале гуфтанд ӯ дар ҳоли ҳозир нияти холӣ кардани ҷойро ба номзади дигар надорад. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи Хиромон Бахозода ҳамроҳ мебинем то аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз бехабар намонем. аз 1 июли соли 2016 дар Тоҷикистон никоҳҳои хешу табори наздикманд ва гузаштан аз муоинаи тиббӣ барои навхонадорон ҳатмӣ гардид. ба бовари пизишкон аз 26 000 кӯдаки маъюб дар ин кишвар 4 000 ё 35% аз падару модари хешу табор таваллуд шуданд. 1 июли соли 2004 маҷлиси намояндагони Тоҷикистон қонуни муқобила бо хариду фурӯши инсонро ба тасвиб расонид. мақомот мегӯянд соле даҳҳо ҳодисаи хариду фурӯши инсонро ошкор мекунанд ва аксари онҳо марбут ба тиҷорат бо кӯдакони навзод будааст. дар миёни чунин ҳодисаҳо фурӯши занон ва бозори фаҳшо ҳам ёд мешавад. дар як ҳодисаи камсобиқа як сокини шаҳри Кӯлоб гуфт азм дорад ҷинсашро аз зан ба мард табдил кунад, чун ба гуфтааш тамоми 35 соли зиндагиаш дар ҳолати азоби рӯҳиву ҷисмонӣ қарор дошт. 1 июли соли 2015 умед гуфт барои гузаштан аз амалиёти ҷарроҳиву муқаррароти ҳуқуқӣ барои таҳияи санадҳо ариза додааст. субҳи имрӯз Бонки миллӣ 1000 рубли русиро 124 сомонӣ, 100 евро 1140 сомонӣ ва 100 долларро ба 1066 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, шумо барномаи навиди бомнодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро бароямон нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат хайр.